خب خوش آمد میگم به جناب سلطانی عزیز، دبیر کل حزب سوسیال دموکرات مام میهن، از جوانان بسیار کوشا و دلسوز برای ایران آزاد و مستقل. جناب سلطانی، همونطور که در هفته گذشته صحبت کردیم، به علت شرایط خاص کشور ما مایلیم که تحلیل مشخص از اوضاع مشخص بکنیم. شاید بینندگان ما با این عنوان خیلی آشنا نباشند. دلیلش این است که همیشه مفسرین و تحلیلگران به بحث‌های کلی و مسائلی می‌پردازند که بیشتر انتزاعی است و ذهنی است، در حالی که ما ناگزیریم بر اساس یک تفکر نظری، بر اساس یک وحدت نظری، اتحاد نظری که در ذهنمون هست، هر شرایطی رو و هر اوضاعی رو به طور مشخص در اون اوضاع تحلیل بکنیم. به همین دلیل بعضی از دوستان، بعضی از شنوندگان و بینندگان فکر میکنند که تناقضی مثلا در گفته 6 ماه قبل ما، 1 سال قبل ما تا الان موجوده، در حالی که اینطور نیست. در 6 ماه گذشته شرایط به نحوی بوده که ما در اون شرایط باید اوضاع رو بررسی می‌کردیم. امروز شرایط فرق کرده. نمونهش همین وضعیت جنگ. ما در شرایطی که جنگ نبود، خب بیشتر تمرکزمون بر جمهوری اسلامی بود و در واقع کشمکش هایی که با این نظام داشته ایم و داریم و خواهیم داشت. ولی امروز که جنگ و تجاوز خارجی در کشور صورت گرفته، طبیعتاً موضع‌گیری های ما به نحوی است که بعضی ها ممکنه فکر کنند که ما دیگه با جمهوری اسلامی کاری نداریم. اینطور نیست. ما جمهوری اسلامی رو کار داریم، ولی میهنمون ایران مهمتر از همه است. به همین دلیل به تحلیل مشخص از اوضاع مشخص میپردازیم. خب جناب سلطانی، در این روزها شما شاهد تحولاتی هستید. از یک طرف آقای ترامپ علیرغم اینکه میگفت من به هیچ وجه تمدید نمی‌کنم آتشبس رو، ولی به یک آتشبس نامحدود تن داد. از طرف دیگه تضادهای درونی حاکمیت خیلی افزایش پیدا کرده و در واقع شرایطی رو به وجود آورده که در یه حالت نجنگ و نصلح فعلا همه از یه طرف دست به ماشن، از یه طرف منتظر مذاکرات و توافقن. شما در این وسط این تضادهای داخلی حاکمیت که بین موافقان توافق در واقع و مخالفین اون هست، این رو چطور ارزیابی میکنید؟ قبل از هر چیزی درود و وقت بخیر دارم خدمت شما جناب اکباتانی عزیز و نازنین و همچنین بینندگان محترم برنامه‌تون. خب ببینید، ما در اصل اینجا یک دوگانگی واقعی بین دو دسته وجود داره. یکی که جریانش اصلا متمایل به کاهش تنش و توافق در برابر جریان امنیتی ایدئولوژیک که تداوم تقابل رو ابزار بقای خودش میبینه، که این خب حالا یک وضع سیاسی اجتماعی پیدا میکنه و وضع سیاسی سخت افزاریش در اصل به این معناست که نهادهای امنیتی و بخشی از ساختار قدرت بیشتر در اختیار مخالفان توافق قرار میگیره. اما وضع اجتماعی به وضوح با کاهش تنش و عادی سازی روابط جامعه از هزینه‌های جنگی خسته شده. جامعه دلش تحریم نمیخواد. بنابراین اینجا نظر اکثریت مردم میره به این سمت که اکثریت جامعه خواهان ثبات اقتصادی هستن. این واقعیت امر فعل حال در جامعه ما. اگر از دیدگاه حالا بخش مردمی و بخش طرفداران حاکمیتی نگاه بکنیم، چون تو خود حاکمیت هم تقریبا میشن دو دسته، یک عده‌ای که با رویه مردم میرن، یه عده هم خب با به هر حال اون شدت و حدتی که رادیکال های حاکمیتی مد نظرشون بوده تا الان میخواستن و همون رویه رو دارن ادامه میدن. به هر حال اونا رو ما نمیتونیم فعل حال در موردشون کاری انجام بدیم. اما در مورد نکاتی که الان شما مطرح کردید، به عنوان مثال حرفایی که ترامپ میاد میزنه، قبل از هر چیزی میاد ضرب الاجل تعیین میکنه و از اون طرف هم خب ایران مشخصا پای میز مذاکره اول حاضر نمیشه. ببینید، اساسا من بر این باورم که بخشی از این جنگ رسانه‌ایه
به هر حال اینا دنبال این هستن که بخوان توی رسانه ها حرفایی رو بزنن، چون ما فقط داخل ایران رو نباید ببینیم، ما الان باید خود بخش مردم آمریکا رو هم نگاه بکنیم، اون هم نکته مهمی داره. یا به عنوان مثال خود مردم اسرائیل هم توی این جنگ هستن، باید ما اونها رو هم نگاه بکنیم. و در اصل مردم آمریکا هم اونجا یک دوگانگی بینشون وجود داره، عده‌ای خواهان این هستن که آمریکا حمله بکنه به ایران، عده‌ای هم مخالف این جنگ هستن. میگم اینکه خب ما دیدیم توی کنگره آمریکا یا توی سخنرانی‌های اخیر ترامپ هم چندین بار این اتفاق افتاده که اومدن صراحتاً بهش اعتراض کردن و در نهایت هم دستگیر شدن، چون به هر حال اونا هم دنبال یک تنش این شکلی نیستن و منافع خودشون رو مد نظر قرار میدن. اما خب به هر حال ترامپ باید جواب مخالفان خودش رو هم بتونه در اون بخش بده، پس رو میاره به جنگ رسانه‌ای این وسطه. و ایران هم همینطوره، دقیقاً شرایطشون تو این زمینه موازیه. اما نکته‌ای که اساساً من فکر می‌کنم خیلی مهم هستش از دیدگاه من نوعی این هستش که این جنگ در اصل جنگ بین ایران و آمریکا نبود. این جنگ آمریکا با اقتصادهایی که دارن بهش میرسن بود و این نکته رو من فکر کنم حالا باید جلوتر یه مقدار بهش برسیم، تحلیلش